اکنون موسم محصولات‌های تر و تازه است دوستان عزیز. همیشه کوشش کنید از غذاهای سالم و خورش‌های که به تن و جانتان نیرو و قوت می‌بخشد استعمال کرده باشید. سلام دوستان عزیز، در نوار امروزه می‌خواهم برای شما آماده نمودن یک خورش به نهایت خوش‌طعم که با نام کریگی معروف است پیشنهاد کرده باشم. چطور دیدید یک بادرنگ کلان را به شکل دراز روی ریزه میکنیم و یک قاشقچه نمک میکنیم تا آبش جدا شود و سبزی کلان رو هم از تیارکه میگذرونیم، نمک میکنیم تا اینکه دیگر محصولات آماده شده نه اونم آبش جدا شود. و چطور دیدید 400 گرم گوشت لحم رو به شکل دراز روی ریزه کردم و در روغن گرم تا سرخ شدنش یک قاشق دیگر سویا سس همراه میکنیم با نمک تا سرخ شدنش میکوبیم. بعدا محصولات های باقی مانده رو از قبیل بلگری سرخ، زرد، کپوست و سبزی رو یعنی ایلوه میکنیم و 5-6 دقیقه تف میدیم تا آبش جدا شدن. بعد در ظرف الهیده چطور دیدید بادرنگ رو از آبش جدا کرده باقی مانده یعنی محصولات رو و ایلوه میکنیم. کبودی، اکسوس یعنی نمک و مرچ و کنجد رو هم یعنی فراموش نمیکنیم، همش رو ایلوه میکنیم. دوستان عزیز بینید یک خورش به نهایت خوش‌طعم، نفیس و اشتهاور و همچنین زیبا دسترخوان آماده می شود. با اشتها باشید، نوارهای ما رو دستگیری نمایید.